راه خوب بود، رفت آمد آسان بود. رفتم می آمدیم. ترکمن‌تباران تاجیکستان افسوس می‌خورند که راه‌ها بستند و آنها برای دیدن نزدیکان خود به ترکمنستان رفتن نمی‌توانند. خواهر و برادران عبدالعزیز انقلوف که در بیمارستان مرکزی ناحیه دوستی جراحی کودکان است، در دوره جنگ شهروندی سالهای 1990 به ترکمنستان کوچیده آنجا زندگی می‌کنند. دو اکا یک خواهرم ترکمنستان ده. ای اویلای ما. این زندگی یکم. همه وقت هم خیلی شد. بسیاران رفتن. بسیاران گشته آمدن بعد همینجا با کار فعالیت کرد استاده است. چی آمدن حاضر رها محکم های با سبب معلوم آخر کرونا ویروس کووید 19 خطی تا راه خوب بود، رفت آمد آسان بود. رفتم می آمدیم. بهار خیزی و معلمه ترکمن‌تبار است که در مکتب تاجیکی درس می‌دهد. او ترکمنستان را از آینه تبلیغ تلویزیون‌های دولتی می‌بیند که با وجود مشکلات و نقض حقوق انسان همیشه گزارش‌های تعریفی نشر می‌کنند. خیش تبار بسیار داریم ترکمنستان ده. وقت 91 ده کوچیده رفت. ده بسیار خیش تبارم اونجا ده زندگی میکنه. تلفن ده اینترنت ده می‌بینیم. درباره کرونا ویروس گپ نمیزنه اونا. یکون گپی چی نمیگه کرونا ویروس گفته. برای مرجن دختن لباس ملی ترکمنی وسیله دریافت روزی است. او از ترکمن‌تباران ناحیه دوستی در جنوب تاجیکستان است که هنرهای ملیش را حفظ کرده است. مرجن زاده ترکمنستان است که با ترکمن‌تبار در تاجیکستان شوهر کرده است. در دوره کرانتین کرونا ویروس با دخترهایم در خانه نشسته لباس ملی دختر من در لباس نقش ملی می‌دوزم. Үйde oturduk. Үйde mana köйnek tayarladık. جمعیت بزرگ ترکمن‌تباران در جنوب تاجیکستان کشاورزی و باغداری می‌کنند. حیدر قلی ساکن دهه قهرمانی ناحیه دوستی انارباغ دارد. امسال حاصل خدای شکر نقص شد. هر سال هکتار 500-600 تنتری شد. انارا را ما ذخیره میکنیم، کمتر دیرتر میفروشیم. ترکمن‌تباران میگویند در اوج پهنشوی کرونا ویروس نیز در صحرا کار کردند تا حاصل به دست آورند. بنابر خبرها از جامعه ترکمن‌ها نیز به بیماری گرفتار شدند. بنابراین آنها از قاعده‌های احتیاط کار میگیرند. دوره کرونا ویروس ما یگانجا بیرون برآمدیم. فقط همون خودجای خود زمین آمدیم، کار کردیم، خانه میرفتیم، می آمدیم. تمام. ترکمن‌تباران میگویند در اوج پهنشوی کرونا ویروس نیز در صحرا کار کردند تا حاصل به دست آورند. جمعیت ترکمن‌ها در ناحیه دوستی که گفته می شود حدود 300 سال پیش اینجا زندگی انتخاب کردند، زبان و فرهنگ خود را حفظ کردند. مقامات میگویند ترکمن‌ها از 10,000 نفر بیشتر هستند و نمایندگان آنها در همه ساحه‌ها کار میکنند.